اللهم قوني فيه على إقامة أمره وأذقني فيه حلاوة ذكره وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. خدایا مرا در این روز برای به پا داشتن و انجام دادن فرمانت قوت بخش و حلاوت و شیرینی ذکرت را به من بچشان و برای ادای شکر خود مرا به کرمت مهیا ساز. در این روز به حفظ و پرده پوشی مرا از گناه محفوظ دار ای بیناترین بینایان.